این روزنامه آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است که طریق تلویزیونی بهارستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشکش شما می‌گردانیم. امروز نیز داوطلبان نامیناسیون ادبیات معاصر بین خود سبقت دانش می‌کنند. مکتب به تو شهن و نوش بخشد، وطن ویران هزیار است، یا حق یاری یا هر دو. مصیبت از مسلمان است یا کفار یا هر دو. وطن را بر خطر فکری وکیلان دادی بر دشمن، و یا سر نیزه یک لشکری جرار یا هر دو. همه دادی وطن خواهی زند اما نمیدانم، وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. کودکی میگشت با قوطه خود، در خیابانی لبی بحر کبود. می توانستی که از چشمانی پی بری از مقصدی پنهانی می دوید هر طرف با جستجو، سوی هر یک راه گذر آورده رو. آگهی می دادی 3 ماهی پسر، کامده است اینجا از ملکی دیگر. این سلام و این درود با مهر دل بر شما. نظمیه عبدالعلی شاه علاقه سال سیوم است که در این آزمون شرکت می‌ورزد، ولی متاسفانه در 2 سال قبلی او به دور جمهوری راه نمی‌یافت. امسال باشد با تیاری جدی آمده است و مقصدش غالب شدن می‌باشد. سالان بسیار سیگین می ساخت بحری عالم آدم، و روزی خسته شد زادن سیریشتن، اگرچی بنده با یادی خدا بود. خدا مادر سیریشت و خود بیاسود، به مادر قدرتی جان آفرین داد. حقوقی خلق کردن داد بر وی، و جای خیش بر وی در زمین داد. در وطن یاران همه جمعند و من اینجا غریب. جان من اینجا و جسم آنجاست، فاویلا غریب. دور از یار و دیار در کوی جانان غریب. دل مقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب. همین مصرع از کدام شاعر است؟ این مصرع از کمال خجندی است. این را مخمس میگویند. یعنی مخمس چنین نوع شعری می باشد که در آنجا 3 مصرع از خود شاعر است. بله. 2 مصرع دیگر باشد از شاعری که به وی جوابا مخمس را می نویسد. درست است. بی هنر را مرد شهرتمند کردن مشکل است. ناموافق یار را دلبند کردن مشکل است. تلخی زهری جدایی را کشد سوزی دل، با ستایش زهر را سرقند کردن مشکل است. دل فروشی حیف می آید مرا، دل فروشی حیف می آید مرا. دل نیست مال، با دلالت قیمتش 100 چند کردن مشکل است. آشنایی را مجو دیگر زی جانی خسته ام، دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است. بعد از این دست مبر سوی دلی آینه هم، شیشه‌ای بشکسته را پیوند کردن مشکل است. آفرین. خب از استادان سخن سردفتر ادبیات معاصر صدرالدین عینی. از صدرالدین عینی هم اصول نثری خوندم، هم نظمی خوندم. یعنی هم شعر هم متنی خوندگیم. من شعری رو از وی غزل میدونم، متنی رو از وی مکتب کهنه را میدونم، آدینه را میدونم، یادداشت‌ها قسم 4 را مطالعه نمودم. از طغرل احراری. از طغرل احراری شعر میدونم. یک قرائت کنی؟ قرائت کنم. تا رحم بدیل
نشان ندارد. جان در بدنم امان ندارد. بر گوش صدای تیر آید، تیری است که او نشان ندارد. خون ریخت و رفت و ماند خونخوار، معماری مکان ندارد. تو پیهره قهرمان چی جویی؟ جنگی شده قهرمان ندارد. خدایا اینقدر وقت، اینقدر دور و زمان رفت، هزاران و هزاران و هزاران آرمان رفت. کی میداند که بعد از ما چه گردش هاست در گردون؟ کی میداند از این هامون کجا آن کاروان رفت؟ با باغ حسن پیدا باغبان می شود یا نه؟ گل شرم و حیا از باغ رخسار جوان ها رفت. доварони номинатсияи адабиёти муосир хеле ҷиддиву серталабанд ва ба иштирокчиён саволҳои гуногун медиҳанд. иштирокчиён низ кӯшиш мекунанд ба саволҳо ҷавоби дуруст гардонда ба даври дигар роҳ ёбанд. вале чӣ тавре ки доварони озмун қайд карданд, камбудии асосии ҳамаи иштирокчиён ин надонистани луғатҳо мебошад. رفت خیراندیش از آن رفت. ای ابرو هلال من پناهت به خدا، ای زهره جمال من پناهت به خدا. ما تشنه دیدار تو رفتیم افسوس، ای آب زلال من پناهت به خدا. بازش این باید گویم. در اسرت روی چون بهارت میرم، در آرزوی چشم خمارت میرم. مایم و خط یاد تو و خاطره ای دوست بیا که در کنارت میرم. باز از شما مظفر یادگاری. غم دنیا اگر کوه گران است، غم بیچارگی وزنی نزان است. خدا غمخوار بادا، شکر به حد که دارم نانک امید جان است. باز از امین جان شکویی با سوزن نظم ای وطن فیروزم. امروز که قالین وفا میدوزم، فردا برسد سوختنم گر لازم. هرگز نه چو خس بلکه چو شمع میسوزم. آثار نصری از کی خونده؟ آثار نصری از استاد صدیقی نینی، اثرهای دو خونده، جلادان بخارا، احمد دیوبند، مکتب کونه، دختر بچه یا اینکه خالیده و دیگر اثرها را مطالعه نمودم. از استاد جلال اکرامی، اثرهای سیگانه 12 دروازه بخارا، تخت وازگون و دختر آتش. از استاد رحیم جلال. бояд қайд намуд ки дар ин номинатсия иштирокчиён аз ноҳияҳои роштқалъа, шуғнон ва рӯшону ванҷ иштирок намуданд. بخش بدخشانی، اثرهای گره زندگی و سکوت گویا. و اینچنین از استادان دیگر و مثل محیدین خواجاев، ستار ترسون و دیگر شاعران نیز اثرها را مطالعه نمودند. در نصر بخوات بودستی. تو را 100 بار گفتم که غلامت من، همین کافی است. فدای یک سلامت، یک کلامت من، همین کافی است. نوشتم، پخش کردم مهر، ماندم دست به گفتار. حیاتم را، مماتم را به نامت من، همین کافی است. تو دانی فعل و اطوار غلامان سارا اسیان. معنای کافیست چی است؟ بسنده است. آفرین. جوانی ها کنید ای نوجوانان، ستانید از جوانی لحظه شاد، که فردایی دیگر پس می شود دیر، که فردا می رسد پیری ناشاد. و آن جایی که به ما جمع آید، و آن جایی که ما را برده از یاد، در آن جایی که عشق است و امید است،
در آن جایی که مجنون است و فرهاد. استور مرزود ترسون زوده از دوستونو شگونتش از رود میدون. بله. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیعودت التنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. ار کجا که خواب کردم خیستم، ار کجا که بود جاهی زیستم. بی تو نگذشت از گلویم آب هم، بی تو در چشمم نیامد خواب هم. از کدام ادیبان آثار نثری را مطالعه کردید؟ صدرالدین عینی، ساتیم اولوغزاده، کرامت الله میرزا و دیگران. جلال اکرامی. خب صوت ملغزاده کدام اثر خوندی؟ روایت سغدی، سرگذشت صابر، صبح جوانی. نه همه اشتراکچیان طبق نظامنامه عثمان تیاری دیدند، ولی به هر حال داوران به هر یک آنها امکانیت میدهند که خود را سنجند. انا کنی غزل قرائت کنید از کدام شاعر؟ عبدالقاسم لاهدی. وطن ویرانه از یار است، یا اغیار یا هر دو. مصیبت از مسلمان هاست، یا کفار یا هر دو. همه دادی وطن خواهی زنند اما نمیدانم، وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. وطن را از خطر فکری وکیلان می کند امین، و یا سر نیزه لشکر یا جرار یا هر دو. از رودکی و آفیز و سعدی سینا، از عینی و لاوتی و لایق میرزا. گویند به نظم و نثر هم شعر و سخن، ار صفحه آن محبت است به وطن. از خواندن آثار تأثر راه چیست؟ این بود روزنامه عثمانی جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است که طریق تلویزیونی بهارستان پیشکش شما گرداندیم.